سالیان سال صادر کننده پنل‌های از چین به آلمان بود. خودرو به سمت خودروهای برقی میره. ما همراه این چارج‌ها خواهش می‌کنم. بفرمایید. بله خدمت شما. عرض کردم خدمتتون ما نماینده کارخونه HT3 یا همون HT سولار معروف هستیم که از پنل سازای معروف دنیا از این کارخونه از سال 2015 تا کوارتر 3 2025 جزء رده تیر 1 بوده و هست و دارای رتبه بالایی هستش از لحاظ فنی و اقتصادی. این کارخونه ما سالیان سال صادر کننده پنل های HT سولار از چین به آلمان بودیم و همکنون موفق شدیم در کشور ایران نمایندگی محصولات HT سولار رو برای کل منطقه خاورمیانه بگیریم و آمادگی داریم گارانتی 30 ساله این محصول رو و حتی گارانتی تعویض رو به مشتریامون ارائه بدیم. با توجه به اینکه خب تکنولوژی خودرو به سمت خودروهای برقی میره، ما انواع EV چارجر رو توی دستور کارمون داریم از 5 کیلووات به بالا و میتونیم این سرویس رو به دارندگان خودرو و صنایع خودرویی کشور ارائه بدیم که توی کشورهای حاشیه خلیج فارس هم بسیار پیشرفت داشته. علیرغم اینکه نفت بالایی دارن و توجه نمی‌کنن به انرژی خورشیدی یا خودروهای برقی، اما داره رایج میشه و در کشور ما هم خدا رو شکر رشد قابل توجهی داشته و من امیدوارم طی سالیان آینده با توجه به رشد انرژی خورشیدی در کشور بتونیم سهم قابل توجهی از این صنعت رو داشته باشیم. درود بر شما. خب همونجوری که مستحضرید با توجه به قطعی برقی که ما سال گذشته داریم و البته امیدوارم این قطعی کلا برطرف بشه با همت کارشناسای ایرانی در بحث انرژی‌های تجدیدپذیر و بحث ارائه خدمات شرکت‌های چون شما. خدمت شما عرضم که ما نماینده کارخونه EVE هستیم در کشور ایران و باتری های EVE با برند خودمون و باتری های لیتیوم باتری از 5 کیلووات تا 15 کیلووات و سیستم های استوریج، انرژی استوریج تا 5 مگاوات برای کارخونه ها و صنایع رو آمادگی تامین داریم. خیلی عالیه. شرکت سینکسل از سازندگان معروف و رتبه بالا خوشنام اینورترهای آفگرید و هیبرید دنیاست که در از لحاظ بحث رنکینگ آرندی در رتبه بسیار بالایی برخورداره که همکنون هم نماینده های نفرات شرکت سینکسل در ایران حضور دارن برای ارائه خدمات بیشتر به مشتریای ایرانی. مشتری‌های خونگی، مصارف خونگی هم میتونن به شما مراجعه کنن؟ 100%. چطور میشه روی بحث باتری های 5 کیلووات، 10 کیلووات و 15 کیلووات که در واقع جایگزین ژنراتور هستن برای حذف ژنراتور در خانگی، ما میتونیم اینورترهای سینکسل و باتری های لیتیومی رو خدمتشون ارائه بدیم. میتونن با ما در تماس باشن با شرکت پتروسد. گروه HT سولار در خدمتشون هست. شرکت پتروسد با تعهد و با تجربه 20 ساله قدم در مسیری گذاشته برای رفع دغدغه‌های ناترازی انرژی در ایران و قطع به یقین نگاه تمامی شرکت‌ها و فعالان این حوزه به این برند به خاطر همین دغدغه‌مندی مثبت در حوزه ناترازی انرژی است که جناب آقای مهندس دستگاهی هم به نیکی اشاره فرمودن. اینجا پتروسد.